در عصر 21 زندگی داریم. در عصر علم و تکنولوژی زندگی داریم. همه چی با سرعت پیش رفته ایستاده است. اما مفکوره ما حالا هم در سطح پست است. نمیدونم با ما چی شده باشد. یک شخص با منفیت ما گپ زند 10 دقیقه وقت خود را جدا کرده نمیتوانیم که همون را تماشا کنیم. صبر نداریم. اما یک شخص میخواهد دیوانگی میکند که یگان منفیت و فایده از آن است ساعتها تماشا میکنیم. وقت قیمتترین چیز است. این را درست استفاده برید. یک شخص محنت میکند ساعتها روزها برای شما یک نوار تربیوی یک نوار خوب را آماده میکند، اما شما صبر و طاقت همه را تماشا کردنش ندارید. اما یک دیوانه میخیزد 10 دقیقه در دست تلفن راست رفته هر چیزی که از دهنش برای گفتن میگیرد همونش شیشته گوش میاندازید. با دستگیری میکنید. ما را فریب کرده ایستادند برادران عزیز. پیامبر اسلام درود بر او و آلش میفرماید حج عمره تا عمره دیگر کفارت گناهان میگردد و حج قبول گردیده پاداشش جز جنت دیگر چیزی نیست. شما آرزوی خانه خدا را دارید؟ شرکت زمزم شما را با راحتی کامل و نرخ‌های موافق به حج عمره میبرند. ویزا، چیپتا و مهمانخانه، راهبردی با تجربه، خدمت رسانی با صفت، سفرهای انفرادی و گروهی. حال تماس گیرید و سفر مقدس خود را فرمایش دهید. سفرها از روسیه، تاجیکستان و ازبکستان. معلومات بیشتر را شما میتوانید از رقم‌هایی که در روی نوار است دسترس نمایید. اگر شما از نام دوستتان صدای امید مراجعت کردید حتما به شما تخفیف کرده و خدمت خوب میرسانم. خوب میریم به سر مسئله. سلامتی این بهترین نعمت زندگی است. این را باید قدر و حفظ نمود. من امروز یک چند توصیه های برای شما میدهم که این هم برای سلامتی شما هم برای مالتان مفید است. ما در یک طبیعت در یک وطن زندگی داریم که تمام گیاهان طبابتی وجود دارد. علاوه خصوص من چیزهای برای شما توصیه میدهم که کم خرج است. همه میتواند از این چیز استفاده برد. برگ های گل آلوئه را از ماشینه گوشت قیمه کننده گذرانیده در یک ظرف تازه گرفته 200 گرم شیره گل آلوئه را با 300 گرم عسل 350 گرم آب انگور طبیعی آمیخته نموده در یک جای تاریکی 3-4 شبانه روز نگاه دارید. یک قاشقی در یک روز 3 مرتبه استعمال کنید. این برای بلند برداشتن ایمونیته، سیستم محافظتی جسم، حتی به زنهای حامله بسیار مفید است برای ایمونیته طفلانشان. اما به زنها توصیه داده می شود که پیش از استفاده حتما با دکتر مشورت کنید، چون که ارگانیسم هر یک زن هر نوع است. یک قاشق ریش جواری مکه را گرفته در ترموز ریزید و از بالایش 200 گرم آب جوش آمدگی و سرپوش را سخت محکم کنید. بگذارید 1 ساعت 2 ساعت ایستد. هر روز نیم ساعت پیش از خوراک استفاده برید. میدونید فایده هاش در چی است؟ برای تازه کردن گرده ها و پیشابدان، پست کردن فشار خون، کم کردن ورم ها، دستگیری کار جگر، ناراحتی سطح قند خون، کمک به کار معده و روده. یک زرده تخم، آب لیمو و 1 قاشقچه عسل را آمیخته کنید و پیش از صبحانه استعمال نمایید. برای تازه کردن ارگانیسم از باکتریاها، بهتر کردن هضم و کار معده، قوت بخشیدن و انرژیا و کاهش خستگی، پست کردن فشار خون و بهتر کردن کار دل بسیار مفید است. برادران عزیز، شما از این چیزها استفاده برید. دیگر شما هرگز از داروهای شیمیایی استفاده نخواهید برد. این چیزها ارگانیسم ما را برقرار میکند. اینها بی‌ضرر است، دسترس است، کم خرج است. شما همگی از همین چیزهایی که من به شما توصیه دادم 2 هفته استفاده برید، بعدا نتیجه اش را خود میبینید. من به همه شما گفتنی هستم که اگر چی بیماری دارید شما میتونید در زیر کامنتر نویسید. من با داروهای گیاهی از علفهای طبیعی خود و شما توصیه میتونم شما استفاده برید، نتیجهش خودتون ببینید. بعد میتونید در زیر کامنتر یا برای چی بیماری که شما خواهش دارید ما حتما اون چیز را به سمع شما ویدیو کرده میرسونیم. خدای نگهبانتون تا نوارهای آینده.